کسی که میکروسکوپ الکترونی را اختراع کرد واقعا نابغه بود. این دستگاه اجازه میده ساختارهایی در مقیاس نانو رو ببینید، حتی فاصله‌های فوق‌العاده کوچیک بین پولک‌های بال پروانه رو. اما چطور این کار انجام میده؟ یکی از بخش‌های اصلیش تفنگ الکترونیه. این بخش با گرم کردن یه فیلامنت تنگسم یا با استفاده از انتشار میدانی الکترون‌های پر انرژی تولید میکنه. بعد یه ولتاژ قوی این الکترون‌ها رو تا نزدیک سرعت نور شتاب میده و یه پرتو الکترونیکی با سرعت بالا میسازه. مرحله بعدی عدسیه‌های الکترومغناطیسی هستن. این عدسی‌ها با میدانهای مغناطیسی پرتو رو کنترل و فوکوس میکنن و دقیقاً به سمت نمونه هدایتش میکنن. وقتی پرتو الکترونی به نمونه برخورد میکنه به روش‌های مختلفی با اتم‌ها تعامل میکنه و همین باعث ایجاد حالت‌های مختلف تصویربرداری میشه. در میکروسکوپ الکترونی عبوری یا TEM الکترون‌ها از داخل نمونه عبور میکنن. تضاد روشن و تیره‌ای حاصل که دوباره با عدسی‌های الکترومغناطیسی بزرگنمایی میشه میتونه به چند میلیون برابر هم برسه. عالی برای دیدن اندامک‌ها و ساختارهای بلوری. میکروسکوپ‌های الکترونی واقعاً به ما اجازه میدن دنیای میکروسکوپی رو ببینیم و نقش بزرگی در بسیاری از پیشرفت‌های علمی داشتن. اگه به این نوع مطالب علاقه‌مندی و دوست داری که صدای من راوی این مطالب شگفت‌انگیز باشه، خوشحال میشم به خانواده دانستنی بات ملحق بشی.